کارگاه مجازی خلاقیت کاربردی توسط استاد دکتر جلیل صمدآقایی. قسمت 15 مفهوم و جایگاه شکست و نقش منطق و اشتباه در خلاقیت. میزان موفقیت خودشون و الا برای پول کار نمی کنن. اگرچه حالا کارآفرینان، ثروت آفرینان، مانی میکرها شناخته شدن، ولی هدف اصلی و نهاییشون پولسازی در واقع نیست. به طور کلی میتونیم بگیم که شکست و اشتباه در ذهن افراد خلاق و کارآفرین یک چنین مضامینی داره. موقعیتی است برای آموختن. در این مورد یک جمله جالبی داره، میگه وقتی این همه اشتباه جدید وجود دارد چرا همان اشتباه‌های قدیمی را تکرار کنیم؟ و باید بدونید که شما با افتادن در آب غرق نمیشید، بلکه با ماندن در آن غرق میشوید. و بعد از این اشتباهی که متوجه میشید که یک عمر در واقع این مسیر رو اشتباه میرفتید. یعنی خیلی وقتا اشتباهات تازه باعث میشن که ما اشتباه اصلیمون رو پیدا بکنیم. حالا شما ممکنه بگید نه، ما هیچ وقت یه همچین مسیری رو از اول اینقدر سال اشتباه نمیریم. و جوابش فقط بهتون عرض میکنم که حتما CD قالب‌های ذهنی رو ببینید تا متوجه بشید که دقیقاً چه اشتباه‌های فاحشی انسان میکنه. باز یه مثال دیگرش این است که شما تصور بکنید در یک جاده شیبداری به این شکل با اتومبیل زرد رنگ خودتون ایستادید و متوجه میشید که ماشین جلویتون، یعنی ماشین قرمز رنگ، خلاص شده. حالا یا راننده توش نیست یا به هر حال داره میاد پایین به سمت شما. شما چی کار میکنید؟ به طور طبیعی سریع دنده عقب میگیرید که از تصادم فرار کنید، در حالی که هر چقدرم شما دنده عقب برید به تدریج اون ماشین قرمز شتاب بیشتری پیدا میکنه و نهایتاً تصادف هم شدیدتر اتفاق میفته. و بهترین راهش همون چیزیست که ما فکر میکنیم اشتباه هست، یعنی به سمت اون سریع حرکت بکنید. به جای اینکه دنده عقب برید، دنده جلو، و هرچه سریعتر به اون برسید تصادف با شدت کمتری اتفاق میفته و شما هرچه زودتر به اون برسید اصلا شاید تصادفی به اون شکل صدمه‌ای ایجاد نکنه. و اگر یه قدری در مورد تاریخ علم و اختراعات در دنیا مطالعه بکنید میبینید که بزرگترین اشتباهات مال بزرگترین دانشمندان بوده. در کتاب تاریخ تمدن ویلدوراند اونجا قید شده است به عنوان یک منبعی که نسبتاً معتبر هست و رفرنس میدن به اون، که 300 سال تمام دانشمندان عالم مساحت مثلث رو اشتباه حساب میکردن. و اینکه باور کنید اگر برای بارش باران دعا کرده اید نباید از رعد و برق یکه بخورید. یعنی اگر شما وارد حوزه خلاقیت شدید و خواهید برید توی این مباحث، نباید از شکست و اشتباه و اینها یکه بخورید، بترسید، دوری بکنید. این جزء ذات این قضیه است. اگر میخواید اصلا آب تو دلتون تکون نخوره، دنبال این قضایام نیاد. یعنی در حقیقت دنبال کمال و پیشرفت اگر میگردی بایستی که هزینه‌ش هم پرداخت بکنید و هزینه‌ش هم همین این مباحث هست. و انیشتین در مجموع یک جمله قشنگی رو داره، میگه سعی نکنید انسان موفقی باشید، سعی کنید انسان ارزشمندی باشید. به نظر شما این لیوان که دارای قفل است چه مشکلی را حل کرده است؟ آیا واقعا چنین لیوانی کاربرد دارد؟ مفهوم کلی یا کانسپت این ایده چیست؟
و آیا می توانید آن مفهوم را به محصولات دیگری تسری دهید؟ آیا می توانید طرحی برای قفل‌دار کردن کارد و چنگال یا بشقاب ارائه دهید؟ و یا طرحی برای اختصاصی کردن شانه و حوله تصور کنید، به طوری که هیچ کس جز شما نتواند از آن استفاده کند. فکر می کنید محصولات جدید به چه دلایلی شکست می خورند؟ یکی از تمرین هایی که موجب تقویت خلاقیت درونی می شود چه نیازی را برطرف می کند. اگر متغیر سازی را مفهوم کلی قابلمه با سایز متغیر بنامیم، این مفهوم را در چه محصولات یا خدماتی می توان استفاده کرد؟ 5 محصول را شناسایی کنید که این مفهوم در آنها به کار رفته باشد. 4 نفر در کنار رودی می روند.